سلام بچه‌ها، خوش اومدید به قسمت سوم سری سفیدآباد. من امیرم و امروز اومدم که با هم دیگه بریم دراگون رو بکشیم و یه سری کار دیگه انجام بدیم. بزنیم بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، وقتی که شما نبودین ما اینجا آف کامera یه سری تغییرات ایجاد کردیم. مثلا همونطور که می‌بینید اینجا ویلیجرها یه سری زیادن. یه سری تغییرات ساده، مثلا اینجا رو تا جایی که میتونستیم پر کردیم، حالا بقیه‌اش هم پر می‌کنیم. مثلا یه بدبختی انواع بود. این چند تایی که به دردمون می‌خورد و دیگه ازشون گرفتیم. بعد توی مدت که اینا رو می‌آوردیم هی با بقیه‌شون ترید می‌کردیم که هم ایکس پی بهمون بره بالا، هم بتونیم امرالد جمع کنیم برای اینچنت خریدن. الان ما دیگه چیزی بوده انقدر امرالد داریم که کلی استرینگ تو پاچشون کردیم که انقدر بهمون دادن. و برای اینکه اینجا رو پر کنیم اینجا رو ما ساختیم. اینی که می‌بینید همون بریدریه که اپیزود 1 هست، فقط یه طبقه بهش اضافه بعد شده. یه طبقه دیگه روشه دیگه. آره، آره، برای اینکه یکم سرعتش سرعتش بیشتره. بیشتر شه دیگه، افیشنت تر بشه. همونطوری هم که میبینی الان الان زیاد پایین داریم پره. دیگه. خب زیاد داریم یکم. چون که ما مدت خیلی زیادی اینجا ترید و افکی کرده بودیم و آره دیگه، حالا بریم سراغ این چند کردن. ما بریم این چند ها رو بخریم برمیگردیم. خب بچه ها، ما اینجا رفتیم ترید کردیم همونجوری که توی حالا این مدتی که سری کرده بودم دیدین. ما داشتیم با ویلیجرها ترید میکردیم و وسیله میخریدیم. چه این چند تامون یه چیزی تو این مایه ها شد. حالا البته یکم کمتر از حد نیازمون این چند خریدیم، چون مثلا من از قبل یه هلمت تقریبا فول و اینا گرفته بودم. با آره، مثلا پیککس هم مثل قبلا این اینچنت چند تا کرده ما بودم. مثل لوتینگ رو نداریم که اونا رو انشالله میگیریم. آره، یه سری بعضی از این آره چند تا رو هم نداریم، چون پانچو نداریم، لوتینگ رو نداریم، فار اسپکت هم نداریم. این سه تا آره رو دیگه، اونا رو هم که میشه دپس گرفت استرایدر ولی هم نداریم. دپس استرایدر رو حالا من شانس آوردم گرفتم روی بوتم. ولی آره دیگه، ما میریم اینا رو بزنیم. به طرز عجیبی وقت گرفت ازمون این کارا. همون همونطور دیسکو که کم می‌بینی بیاره دیگه، چیز عجیبیه، کلی عجیب ترید نیست. کردیم، امرالد بی‌نهایت. بعد ما مداد دیگه زیاد. انقدر اینجا اینچنت کردیم اون چیز، یعنی 2 تا از انویلامون شکست و همونطور می‌بینی خیلی هاشون مونده. یعنی من فقط بو آره، شمشیر و آرمورم رو اینچنت کردم، دیگه بقیه طولا رو اینچنت نکردم. منم ب... منم همینه. اینا رو هم به خاطر اینچنت کردم که الان می‌خوایم بریم دراگون رو بزنیم. اینا لازم میشه، واقعا خیلی طول کشید. آره، حالا من اونا رو یه بعدا تو بین با ایکس پی دراگون اینچنت میکنیم انشالله آره دوباره. انشالله بشه. حالا نمیدونم الان که ما اینجا اپیزود 2 اومده یا نه، ولی اونجا تو اپیزود 2 ما رفتیم ندر تو غار و نزدیک اونجا یه فورترس بود و اونجایی که هر 8 بلاک تو دنیای واقعی یه بلاک تو ندره. از اینجام نباید خیلی دور باشی نسبت به خونه، فقط نه باید دور بریم نیست. دقیقا مختصاتشو اونجایی بریم که پیداش کردیم. دارم. بیا. خب میه یکم صبر کن. خب کوشو بایوم مورد علاقه گست، صدا گست میاد. خیلی خوبه بایامش تو نمیکنی ها. خب فقط بگو کدوم وری باید بریم. آره، یه من لحظه من یکم خودکشی ندرک ماین کنم. بیارم. میریم به سمت کوشا منفی کوشا 260 اف. افیشنسی، این این افیشنسی این زنده است. زنده است. زنده است قولی. چیکار میکنی؟ من بهت نگم قولی چیه. اسمشه اه زنده است. ما داشتیم اینجا 60 تا 60 هزینه میکردیم برای افیشنسی. چند تا میدادیم؟ 24 24 تاست. تاست ناراحت شدم. ضرر کردیم. خب بیا این بریم. بچه ها برای قولی کامنت انگیزشی بذارید، ما خوشحال شدیم این کسی. خب بچه ما یه مقدار 8 تا بلزرات جمع کردیم که برای اند یه رفتم مقدار بس. یه جوری میگی یه مقدار انگار سه استکه. یه حالا مقدار خیلی کمه کم. دیگه، 80 دیگه حداقل، چون لوتینگ نداریم خیلی سخت دراپ میشه. خب ما خیلی سریع اینا رو زدیم. بریم سخت. فورترس هم یکم لوت کنیم، ندروارتا رو برداریم. خب بچه ها من اینجا یکم AFK بودم ویلیجرها زیاد شن، همونطوری که میگه خیلی دیگه منم زیاد شدن. فرستاده بود کار کنم.
آره استفاده این نمی‌کنم. کارگر عزیزم داشت کار میکرد. کجای کارگر؟ یا این داشت واسه من کار میکرد. حالا اندرپلا رو بنداز ببینم چند تا جمع کردی. ها. حالا درسته که اسم این سری بابا سفید آقا آباده اینو و جا ما گذاشتید. بابا اینو جا چی؟ گذاشتید. و ما اینجا خیلی مثلا خوششانسی آوردیم تا الان. من چرا ولی رفتم دپه جمع کردم ویلیجر می آوردم می‌خریدم بابا بودم زده میرم. ولی زیاد واقعا تو ندر خوششانسی نیاوردیم. 700 بلاک فاصله داریم با وارد فارست. حالا اینی که این رفته شاید نزدیکتر هم باشه. نه مثلا سولسند اون بغل بود. حالا این یه مسیر رو گرفته رفته دیگه این نگاه. من این وری رو رفتم بعد شاید این وری رفتم. بریم. خب بچه ما اینجایی که اومدیم پایین الان میخوام یه تریک بهتون بگم. اگه F3A رو شما نگه دارید همه چانک‌ها رو ریلود میکنه و الان میتونید بگید اونجا پارتیکله. این پارتیکل ها یا پارتیکل های اسپانره که اون موقع باید یه جا جمع بشه یا اینجوری که فاصله داره پارتیکل های تورچه. این تورچه برای کجاست؟ برای استرانگ هوله. حالا میخوام بریم نزدیک برای اون. رفتن باشه. چی؟ میگم ما تو استران کلیم برای استران کلیم آها. ولی میتونه برای مانشفت هم باشه. خب بذار ببینم چست چی داره. 2 تا آیرن 3 تا نونو برمیدارم چه بقیه استران کل دنبال چی باشه؟ فکر کنم مثلا پورتال پیدا کردم بیا این بغل. خسته نباشی. بذار اول برم سیلور فیشار. من بعدش میذارم. بچه اگه نمیدونین اگه زیرش بخوابی به صورت اینفینیت میری هر دفعه که بمیری میری تو اند و اصلا ترپ میشه. به فنا میری. ما دیگه مشکل نداره ما تو سروریم یه اکانت دیگه میاد نجاتمون میده دیگه مگه نه؟ آقا خب ولی همه که رو سرور نیستن. بلیزرادامون تمام شد. خواستم مثلا بلیزراد سیو کنه. خب بعدا باید بریم برای بورینگ درسه نداریم. به به. احساس می‌کنم یه چیزی تو این پورتال اشتباه. یک نمیدونم چی شد چرا اینطوری شد. حله. خدا این کنه یه پورتال جای تو- خوب باشه. همونجاست. بچه اینو میگم این بازالت خیلی بزرگه. دهن ما رو سرویس کرده. زیر فورترس هست. زیر فورترس هست؟ راست میگه اونا. عالی. سید خوبی برای اسپیدرام بوده. برای اسپیدرام. نه بخش اندرپلش زیادم. بریم. There is no coming back. بابا یه دقیقه وایسا میخواستم حماسیش کنم. بلمون بابا باش بیار. بریم. به عجب اسپان گلی. تو وید نیست. جی جی یه نکن! بیبی. بابا من کل دمیجش دادم. نزن 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 خودت دمیج میخوری. نمیخوام نکن من اشکال ندارم میخوام دمیج بخورم. نکن ایکس پیش الان میره. بره بابا. بیا دراگونک برداریم. دراگونک ازرگزار بود. دراگونکو بیار خونه. خیلی تاثیرگذار بود. دراگون اگه عزیز شما باید بیای با من خونه. بچه اگه نمیدونیم برای اینکه اینو بگیری فقط همین کارو باید بکنی. تمام شد. چی نمیدونه. شاید یکی ندونه. شاید یکی دیروز بازی رو شروع کرده.
خب بچه ما امروز کاری که کردیم این بود که رفتیم فورترس و وسایل کشتن اندر چی داریم دراگون رو جمع می‌زنیم؟ کردیم، اندر دراگون رو کشتیم و الان اینجاییم و فول این چند هم شدیم وسطش که خیلی چیز خاصی نیست. میخوام یک نکته علمی بگم. چی؟ بگو. بچه میدونستید امروز دما تو ژاپن 3000 درجه است؟